این آقای توی یوتیوب یه دونه ویدیو آپلود کرده و گفته که یه دونه استراتژی داره که وین ریتش 90 و خیلی خفنه. منم استراتژیشو بررسی کردم و فهمیدم که به این صورته که اگه یک روندی تو بازار شکل گرفت و 50 الی 60% رو اصلاح کرد، موافق روند پوزیشن رو باز میکنیم و 60% اون اصلاح رو میگیریم بالا. اصلا فرقی نداره که بازار بعدش میره بالا یا میاد پایین، فقط اون اصلاحی که بعد از اصلاح صورت میگیره رو میخوایم. اینم مثالشه که بازار ریخته، 60% برگشته، اینجا ورود میکنیم و این روند رو تا 60% اون اصلاح میگیریم میایم موافق روند پایین. حالا چالش اصلی اینجاست که چطوری بتونیم این روندها رو با اصلاح رو تشخیص بدیم. برای تشخیص روندهای خفن میتونیم از این خط مورب زیگزاگ پلاس پلاس استفاده بکنیم. کافیه بندازیدش رو چارتتون. این تنظیمات استایل، اینم تنظیمات اینپوتش. برای تشخیص درصد اصلاح روندم میتونیم از ابزار فیبوناچی از این گوشه استفاده کنیم. حالا هر جایی که بازار یه روند خفنی رو داشت ثبت می‌کنیم، قشنگ اون روند به انتهای خودش برسه و فیبوناچی رو میندازیم اینجا. عدد 0.618 رو علامت میزنیم و اگه قیمت برگرده به سمت این محدوده پوزیشن سل باز می‌کنیم. استاپ میشه این خط آبی، تیپی مونم میشه وسط این محدوده زرد رنگ. باز اگه قیمت بریزه و زیگزاگ به ما لو جدید رو بده، نسبت به اون لو جدید باز مجدد نقطه ورود جدید رو ثبت میکنیم. اگه میخواید یه مقدار خفن‌تر کار بکنید، میتونید یه دونه اوردر روی 50% فیبوناچی بذارید، یه دونه روی 618 که دو پله ورود کنید با اون استاپ خط آبیه. این یه مثال دیگه است. یه روند خوب داریم، کف و سقف و با فیبوناچی علامت میزنیم، رو 618 رسیده و تیپی مونو داده. اینم یه مثال دیگه برای یه روند ریزشی خفن که قیمت رسیده به 618 و موی زده و تیپی مونو داده. اینجا هم دقیقاً رسیده به 618 و به ما تیپی داده. اینجا هم اومده هر طور شده رسیده به لاین 618 و به ما تیپی رو داده. هرچی این روندا این خطا بزرگتر باشن، اعتبار سیگنالا هم بیشتره. این نمونه سیگنالا رو تایم فریم 3 دقیقه‌ای طلاست. پس نتیجه میگیریم که این استراتژی جواب و خیلی خفنه. گوگولی مگولی هاشم جون.